أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ایمان در انسانها بر دو گونه است. گاهی وقتها انسانها ادعای ایمان می کنند و عمل ندارند و بعضی از انسانها ایمان دارند و عمل می کنند. قرآن کریم خطاب به قوم بنی اسد بن حزیمه وقتی آمدند خدمت رسول اکرم شهادتین رو گفتند، به رسول خدا گفتن یا رسول الله ما خودمون آمدیم بدون جنگ بدون خونریزی، ایمان آوردیم، هوای ما رو داشته باش، به ما صدقه بده. آیه قرآن نازل شد یا رسول الله این شهادتین لقلقه زبان است، اینا ایمان نیاوردن، اینا اسلام آوردن. چون کسی که شهادتین رو بگوید داخل اسلام می شود. خیلی آدم ها هستن که شهادتین رو گفتن در کنف اسلام و نماز نمی خونن، روزه نمی گیرن، همه ملهیات رو انجام میدن. لذا فرمود ایمان به لقلقه زبان نیست، به گفتار نیست، ایمان به عمل است. خدا دو تا ملک رو به نص آیه قرآن دو تا ملک رو موکل کرده که اینها تمام اعمال ما رو ثبت میکنن. حکمتش چیه؟ حکمتش نزد خداست. خدا ملائک رو مأمور کرده که اعمال ما رو ثبت کنن. من تواضع رفعه، کسی که تواضع کنه فروتنی کنه مقامش رو بالا میبرن، یعنی خدا یه جایگاه خوبی رو بهش میده. و من تکبره، کسی که کبر بورزد، خودش رو عدد حساب کنه، وضعاه، سر جاش می نشونن، همین برا تو بسته بشی، تو لیاقت این رو نداری که خدا یه مقام شایسته‌ای بهت بده. امام فرمود ثلاثة لا یزید الله بهن الا خیرا. سه چیزه که اگر در شما ایجاد شود خداوند متعال به شما خیر میدهد. خیری که خدا میده مثل مزدای دنیا نیست. خیر یعنی عاقبت به خیری، یعنی زندگی جاویدان، یعنی فردا که انسان سرش رو گذاشت زمین و روح از بدنش جدا شد مطمئن است به امرش،
به فردای قیامتش. فرمود التواضع لا یزید الله بهی الا ارتفاع. اگه متواضع باشی، اگر اهل خدا باشی، خداوند متعال تو رو بالا میبرد. خدا اگر انسان رو بالا برد یک جایگاه بهش میده، مقام بهش میده، یعنی خودش از او مراقبت میکند که لغزش‌های دنیا او رو به جایی نبرد که دنیا و آخرتش رو خراب کنه. بعد فرمود و ذل النفس لا یزید الله بهی الا عزا. نفست رو ذلیل بدان، بگو خدایا من در مقابل این عظمت چیزی نیستم. یه سری انسان ها هستن مع الاسف یا با ثروتش یا با مقام دنیویش وقتی باش صحبت میکنی این کار بدهکاری بهش. خدا ملاک و تقوا قرار داده، تو هر کی میخوای باش، هر جایگاهی رو داشته باش. تو اگه به فرمان خدا عمل کردی چیزی هستی، ولی این مال و منال میاد و از بین میرود. یک شاهی اینو نمیتونی با خودت ببری. شیخ مفید رحمت الله علیه میگه وقتی که سکه زده شد، این درهم و دینار زده شد، شیطان اینا دست گرفته بود، صدا میکرد، شادی میکرد، میگفت خدایا خوب بهانه‌ای دستم دادی که بتونم بنده هات رو گول بزنم. و تعفف لا یزید الله بهی الا غنا. خودداری از گناه، اگر خودداری از گناه بکنی خداوند متعال تو رو بی نیاز میکنه. دیگه نیاز نیست در خانه او رو بزنی، در خانه او رو بزنی. مشکل این است که گناه فرقی نمیکنه، گناهه. ما بعضی چیزا رو ساده میگیریم، بعد مع الاسف شیطان در ما راه پیدا میکند و توجیه میکنه کار ما رو. میگه آقا من دروغ مصلحتی گفتم. نه آقا جاشه، هرچه بهش توضیح میدی آقا مسائل شرعی باید مراعات بشود تا خداوند متعال این مقام رو بهت بده. امام صادق فرمود من ملک نفسه اذا غضب. کسی اگر ناراحت شد باید جلو خودشو بگیره. یه آقایی چند روز پیش من اومد گفت آقا برای من دعا کن، من اگه عصبانی بشم هیچی دیگه نمیفهمم. گفتم وقتی عصبانی میشی همونجا وای میسی یا از جات خارج میشی؟ گفتم دردشو باید ببینی چیه. میگن این ترکا یه ذره مزاجشون تنده، یه ذره زود جوشیان. اینطوری نیست، این القائه. اتفاقا ما هر کسی رو آوردیم تبریز از این دوستای فارسمون، گفت ما ندیدیم انسانهایی مثل اینها اینقدر آروم. انسان به خودش تلقین میکنه و این تلقین اشتباهه. فرمود اگه جلو خودش رو گرفت در هنگام غضب، یعنی اگر جوش کرد به قول گفتار اصطلاح امروزی، و اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها، جلو خودش رو بگیره. اگه به یه چیزی رغبت پیدا کرد، نعوذ بالله لذت دنیا رغبت بهش کردن حرام است. خداوند متعال جلو انسان رو گرفته است به واسطه فرامینش. یه لذت بذار ببری، خدا میداند. از هر آدم عاصی بپرسی، میگه این لذت 2 ثانیه یا 4-5 دقیقه بعدش چه حالتی برات پیش میاد؟ انسان پشیمون میشه. چرا؟ چون انسان اگه خودش رو نساخته باشه، هنگامی که گناه جلوش میاد شیطان نازل میشه، کاری میکنه که متوجه عظمت گناه نشه. اگر ترسید، انسان باید جلو خودشو بگیره.
اگر اشتها کرد به شیئی باید حساب کنه این حرام است یا حلال است. بعد حرم الله جسده علی النار. دیدید چی میفرماد امام صادق؟ میگه اگر این 4 مورد رو تو مراعات کردی، خداوند متعال بدن تو نسبت به آتش جهنم در امان می‌دارد. یعنی حرام است بدن تو رو آتش فرا بگیرد. نفسم رو چی قرار بدم؟ فرمود امام روحی له الفدا اجعل نفسک عدوا تجاهده. نفس تو دشمنت، مبارزه باش بکن. آقا انسان هنگامی که به یه ملایمات میرسد، یک چیزی رو یک کسی به او وارد میکند که موجب ناراحتیش میشه، کاری میکنه جلو اون شخص بیسته، بگه ظالم چرا این کار رو میکنی؟ چرا به من ظلم وارد میکنی؟ امام میفرماد که بزرگترین دشمن تو نفسته، برو جلوش بیست، جلو دشمن بیست، جلو نفست که دشمن توست بیست. لذت میخواد، دنیا میخواد، مال میخواد، بگو ای نفس بمیر، من باید بعدا جواب بدم، باید تمام کارهایی رو که انجام میدهم پاسخگو باشم. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. نفس توست دشمن تو، جلو او بیست. من صبح توفیق داد یه هیئتی بودم ظهر، جمعی از دوستان خودی اونجا بودن، یه قضیه رو نقل کردم که این قضیه برمیگردد به این که انسان اگر جلو نفسش رو گرفت و ایمانش رو کامل کرد، خدا چه راهی رو براش باز میکنه. آقا ما خیلی در خانه اهل بیت رفتیم، چیزی ندیدیم، این حرف رو نزن. اول برو جلو آینه ببین چه کار کردی، کی رفتی در خانه اهل بیت. مرحوم علامه مجلسی در بهار میفرماد 2 نفر با هم دوست بودن، اینا هر شب جمعه میرفتن زیارت سید الشهدا. یک شب یکی از دوستان زودتر آمد دنبال اون دوست دیگریش که با هم برن کربلا، خدا قسمت کند زیر قبه سید الشهدا دعا مستجابه. گفت آمدم نزدیک خانه دوستم که شدم دوستم داره نزدیک چاه غسل میکنه، نگاه به کمرش کردم یه شکاف بلندی پشت کمرشه. کارشو که تمام کرد سلام کردم، گفتم عزیز من، دوست من یه سوالی ازت میکنم، ناراحت نمیشی؟ گله‌مند نمیشی از من؟ این شکافی که پشت کمره بود تو بود چیه؟ گفت ما گروهی بودیم دزده های سر گردنه، مردم که به زیارت امیر المؤمنین روحی له الفدا می اومدن غارت میکردیم اینها رو. یه شب یه خانمی، یه دختر خانمی با یه پیرزنی از محله‌ای که ما کمی میگرفتیم عبور کردن. من حمله کردم، زیور آلات رو گرفتم، نگاه هم افتاد به زیبایی این دختر. شیطان است این اجتماع ما. من اون شب به شما گفتم یک دانه موی زن بیرون باشه حرامه، این اجتماع ماست. به خدا قسم انسان جرأت نمی کند در پیاده روها در خیابانها راه بره. اینا رحم به این جوانها نمی کنند، نمی دانند که این هیکل خود شیطانه.
که تو خیابان در حال حرکته. گفت به این پیرزن گفتن این خانم رو خیلی معذرت میخوام خدمتتان تا به ایمان برسیم ببینیم ایمان چیه، در اختیار من قرار بدیم. گفت آقا این دختر نوعروسه، دیروز پیش من اومد، من مادر بزرگشم. گفت من فردا شب عروسیمه، عروسی ای کردم ممکن است شوهر من دیگه اجازه ندهد از منطقه اون حرکت کنم به زیارت امیرالمؤمنین روحی له الفدا. ولش کن بره زیارت امیرالمؤمنین برگردن. میگه این دزد اصرار کرد، یه دفعه دیدم صدای اسب. اینا علامه مجلسی نقل میکنن این فخر تشیع، این مرد بزرگ. میگه دیدم یه آقایی خطاب به اون دزد گفت دختر رو رها کن. بهش گفت تو چه کاره‌ای؟ گفتم به تو رهاش کن. گفت تو چه کاره‌ای؟ دیدم شمشیر رو در آورد به کمر من زد. این شمشیر جای همون شمشیریست که او آقا زد. بعد من که کنار رفتم به این پیرزن گفت خانم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب زیارت تو رو قبول کرد، برگرد. گفت آقا من از شما ممنونم، اما این دختر میخواد برد زیارت امیرالمؤمنین، فردا ازدواج میکند، ممکن است شوهرش دیگر اجازه ندهد. گفت پیرزن خود امیرالمؤمنین رو میخوای یا قبر امیرالمؤمنین؟ ایمان که کامل شد، اعتقاد که کامل شد، امام دستت رو میگیره تو ناملای ما. این احوال بزرگانی است که بودن و این زیور و زر دنیا اونها رو گول نزده بود. حیاتشون رو بخوانید که چه کردن اینها، خدا چه توفیقی به اینها داد که به این مقام عالی رسیدن. من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. امام امیرالمؤمنین روحی له الفدا فرمود اول یاد بگیر، خودت عمل کن، بعد به مردم یاد بده تا مردم ایمان درشون جلوه کنه، ایمان بیارن، عقیده پیدا کنن. تو خودت همه کاری رو مرتکب میشی، مردم رو نصیحت میکنی، میخوای مردم انسانهای خوبی بشن. میگن اگر تو میتوانستی و کسی بودی که دوای درد داشتی، اول خودت رو علاج میکردی. پس فرمود اول از خودش شروع کند، بعد مردم رو یاد بده، آگاه کنه. ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه. با مردم که میبینن او رو یاد خدا بیفتن. خدا رحمت کند رفتگان شما. به پدرم گفتم آقا چی شد از این محله منجم باشی تبریز، پدر شما یه حجره داشت در این سراح کچچی، چی شد از این خانواده شما طلبه شدید؟ به خود ضلع حضرت زهرا گفت سیمای نورانی طلبه ها مرا کشید به این مکان. این مجالس سید الشهدا توی تبریز منو کشید به این خطه، به این مکان. تو اون گرمای نجف اشرف تحمل کردم تا بتونن با عمل به مردم دین رو بفهمونن، ایمان رو در دلشون رسوخ بدن، جا بدن. با عمل، با گفتار، با حرکت. یه جایی هم ایمان میتواند در انسان رسوخ پیدا کنه، اون مجالس اهل بیت است. اجازه بدید این کلام امام صادق رو باز کنم امشب، ببینیم ما کجاییم. فضیل ابن یسار
از یاران با وفای امام باقر و امام صادق. آمد خدمت امام صادق. امام صادق ازش پرسید می نشینید اتجلسون و تحدثون، می نشید با هم صحبت می کنید، یعنی همین مجلس. اینی احب تلک المجالس، من اون مجالس رو دوست دارم، یعنی ایمان. تو اون مجالس ایمان هست، لقلقه زبان نیست. بعد دعا کردن رحم الله من احیا امرنا، یعنی خدایا رحمت و درودت رو بفرست بر اینایی که تو این مجالس ها شرکت میکنن. فرحم الله من احیا امرنا یا فضیل من ذکرنا و ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو کان مثل زبد البحر. یا فضیل، اگر کسی ما رو نام برد یا ذکری از ما به میان آمد، یه قطره به اندازه پر مگس از چشش به محبت برای محبت ما و مظلومیت ما خارج شد، خداوند متعال تمام گناهش رو میبخشد. خداوند متعال تمام گناهانش رو میبخشد، اگرچه گناهانش به اندازه کف دریا باشه. دریا، حتما رفیق کنار دریا، وقتی که دریا این آبهاش میاد به ساحل یه حالت صابون مانند رو آب هست. اگر گناه تو به اندازه این حبابها و این سفیدی هایی که کنار دریا به وجود بیاد باشه، خداوند متعال از تو میگذره. امام صادق افتخار میکند به وجود فضیل. بشر المخبتین، اهل بهشت رو بشارت بده، زمین از امثال فضیل ابن یسار شاد است. به یک کسی این رو میگه که انسان کاملیه، یعنی وقتی انسان کامل شدی، ایمان درت رسوخ کرد، ما رو درک کردی، قطره ای اشک از چشمانت خارج شد، خدا تمام گناهانت رو میبخشه. فرمود من اراد ان ینظر الی رجل من اهل جنه فلینظر الی هذا. میخوای اهل بهشت رو ببینی؟ به این فضیل ابن یسار نظر کنی. این فضیل چرا خدا این مقامش داد؟ چرا امام داره تعریف میکنه ازش؟ چون مؤمن بود، ایمان داشت، کارش با عمل بود، لقلقه زبان نبود. لذا وقتی تو غسال بردش به شورتش برگشت پیش امام صادق، گفت آقا جون این رو غسل میدادن، خودش دستشون رو عورتش میگذاشت. گفت این چون در دنیا حافظ بود، هیچ گناهی رو نمی کرد، این از مقام این مرد بعید نیست که این گونه باشد. بعد فرمود این فضیل ابن یسار از اهل بیت است، سلمان منا اهل البیت، در خصوص فضیل هم وارد شده. اهل بیت دو جور اطلاق میشه، خود خاندان پیامبر اکرمن که در روایات وارد شده است وجود مقدس امیر المؤمنین روحی له الفدا فاطمه زهرا سلام الله علیها
امام حسن روحی له الفدا و امام حسین که نص است. مورد دیگه اهل بیت این است که خود اهل بیت بگن این مناست، اطلاق منا بکنن، منا اهل البیت، که در خصوص سلمان وارد است و در خصوص فضیل. خدا این مقام رو بهش داد چون انسان مؤمنی بود، اهل خدا بود. به این انسان اهل خدا امام صادق می‌فرماید می‌نشینید، سخن می‌گویید، یاد ما می‌کنید. بعد فرمود امام باقر اجتمعوا، جمع بشید. امر است از امام روحی له الفدا، یعنی اگر میخوای ایمان درت رسوخ پیدا کنه، اگر میخوای ما رو شاد کنی که منبعث است از ایمان واقعی، اجتمعوا، جمع بشید. و تذاکروا تحف بكم الملائکه، به به، یاد ما کنید، ملائکه دوره بر شما رو میگیرن. میدونید یعنی چه ملائکه دوره بر شما رو میگیرن؟ یعنی تمام اعمال شما مد نظر ماست. رحم الله من احیا امرنا، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند آن کسی که امر ما رو زنده نگاه می‌دارد. این که می‌فرماد تحف بهم الملائکه، بذار یه توضیحی بدم. می‌دانید انسان بر قسمت چپ و راستش ملائکی مأمورند. این که میگه در این مجالس میان ملائک جمع میشوند، یا ملائک خاصی هستند که مأمورند این مجالس و ذکر رو یادداشت کنند و بنویسند که قیامت او رو به حسابش قرار بدن، یا این که نه میخواهند بگویند که امر اجتماع و احیای امر اهل بیت یه امر مهمیه. یه جایی که میرید یه کسی صحبت میکنه، با شما درد دل میکنه، بهش میگه آقا این جمله یادم میمونه. یعنی چی؟ یعنی من تمام حرفاتو شنیدم، اما این مسئله بسیار مسئله مهمیه. تحف بكم الملائکه، ملائکه دوره بر شما رو میگیرن. یعنی این مجلس عزیزی است. چرا؟ چون ایمان سازه، چون این مجالس احیای دینه. این مجالس موجب میشود که انسان خودش رو بسازه. سوال کرد از امام رضا روحی له الفدا، رحم الله من احیا امرنا. امام رضا، این جمله زیبا از شما صادر شده اهل بیت، کیف یحیی امرکم، امر شما چجوره احیا میشه؟ به چه واسطه ای ما امر شما رو احیا کنیم که فردای قیامت رو سفید باشیم؟ فرمود یتعلم علومنا، معارف ما رو یاد بگیر. معارف چیه؟ اخلاق، کردار، عمل، منش. برید مراجعه کنید ببینید ما چی گفتیم، اونا رو یاد بگیرید، اونا رو عمل کنید. و یعلمها للناس، یه جمله خوب که یاد گرفتی برو به دوستت هم بگو، برای خودت اجر و ثواب کسب کن. خب دنیا انسان تغییر میده دیگه. ما تو رو به خدا سوال میکنم، چقدر دنبال معارف اهل بیتی، چقدر دنبال شناخت اهل بیتی؟ این اجتماع ماست. مرتکب نعوذ بالله کاری میشود، وقتی ازش سوال میکنم میگه نمیدانم.
لذا پیامبر فرمود فریضه است بر هر مسلمی که از گهواره تا گور دانش بجوی. چرا؟ چون انسان دیگه تو منجلاب قرار نمیگیره، تو سقوط قرار نمیگیره، شیطان گولش نمیزنه. یه موقعی میاد میره خودش رو چوبه داره، میگه به خدا قسم نمیدانستم. لذا میفرماد رحم الله من احیا امرنا، یعنی علوم ما رو یاد بگیره و اون چی که یاد گرفته رو منتقل کنه. بعد فرمود کوتاهی نکنید. لو علموا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. مردم اگه بدونن ما چی گفتیم میان دنبال ما، میان حبل اهل بیت رو دست میگیرن، به ریسمان اهل بیت چنگ میزنن. کوتاهی نکنید، زیبایی کار ما رو بگید. ببینید الان اجتماع مسلمین رو حاضره در ملأ امام زمان معذرت میخواد بشکافد سینه کسی رو، قلب او رو خارج کند یا جگر او رو خارج کند و به دندان بزنه و اسمش مسلمان بذاره. تو رو به خدا اگه کسی نگاه کرد اسم این شخص مسلمان است چی بهش میگه؟ میگه این پیامبر این دین رو برای شما آورده. لذا فرمود علوم ما رو یاد بگیرید، محاسن ما رو یاد بگیرید. در خانه امام حسن رو زد، نمیدانست خونه امام حسنه، گفت بابا گرسنمه تشنمه، براش آب آورد، غذا آورد، با لبخند باش برخورد کرد. گفت تو که هستی؟ گفت من حسنم فرزند علی بن ابی طالب. باشد گریه کنه. گفت به من گفته بودم تو انسان ناشایستی هستی، انسانی هستی که از انسانیت نعوذ بالله چیزی بو نبردی. من میبینم تو کل اخلاقی، کل صفات حسنه هستی. اجتماع ایمان وقتی درش رسوخ پیدا میکنه که معرفت داشته باشه. امام صادق فرمود یه عده هستن علم رو فرا میگیرن اما برای دنیا شده، اینا اهل نارن. خیلی اینطوری. آقا دست این جوان رو بگیر، تکلیف احساس کن، نصیحتش کن، بهش بگو پسرم تو توی بحرانی قرار میگیری که ممکن است شیطان تو رو گول بزنه. این روزها رو من گذروندم، این نصیحت امام معصوم است به تو که صفات حسنه رو کسب بکنی. فکر کنید اینا که در کربلا با سید الشهدا همرکاب شدن، اینا چی دیدن؟ انسانیت دیدن. انسانی رو دیدن که تمام صفات حمیده و الهی رو حامل، مظلوم واقع شده، شیطان رو از خود دور کردن، ایمان واقعی رو در دلشون جایگزین کردن. لذا سبقت میگرفتن روز عاشورا برای اینکه سید الشهدا رو یاری کنن. دو تا از صحابه از یاران راستین سید الشهدا صبح روز عاشورا یه پیرمردی شوخی میکرد، بهش گفت ما داریم میریم جنگ، سینه هامون الان شکافته میشود. گفت به خدا قسم از اهل کوفه بپرس، من اهل خنده و شوخی نیستم. اما مگر ندیدی سید الشهدا پرده رو زد، جایگاهمون رو دیدی؟ ایمان واقعی پرده رو میزنه برات بالا، جایگاهت رو میبینی، فردای قیامت رو میبینی خدا چه جایی برات قرار داده، نورانیتی در تو قرار میدهد که از اون نورانیت لذت میبری، احساس سبکی میکنی. آقا کتاب مفاتیح الجنان رو بده به یه جوان، 2 دقیقه میشینه بلند میشه. چرا؟ تو مقصری، تو یه بابا.
اون تلویزیون رو گذاشتی خونه، نعوذ بالله نعوذ بالله، ماهواره رو گذاشتی روش، 24 ساعت رو جوونت رو مشغول کردی. بعد دیگه دل پیدا نمی کند بیاد مفاتیح رو باز کنی، اون نورانیت رو احساس کنی. بعضی هستن اهل خدا رسیدن به این نقطه، لذا احساس میکنن اون نورانیت رو. فرمود امام رضا من جلس مجلسا یحیی به امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. فردا حساب کتاب که شروع میشه هیچی جلوت نمیبینی، نمیتونی نطق کنی، نمیتونی از خود دفاع کنی. چرا؟ چون عملای دنیا همه جلوت مجسم میشه. میگی من چی بگم؟ اما اونایی که اهل خدا بودن به زبان میاد. فاطمه رو صدا میزنن، امیر المؤمنین رو صدا میزنن، آقا جان یادت هست منت نیست، خودت وعده دادی دست من رو بگیری، من همون فلانیم. با اونا رها نمی کنن. فرمود احیو امرنا و من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا. خداوند متعال قرار میدهد یحط الذنوب العظام عنه. کسی که می نشیند در مجلسی و یاد ما می کند و امر ما رو زنده نگاه می دارد، خداوند متعال فردای قیامت تمام گناهانش رو می بخشد. کاری کنیم که مورد دعای امام زمان باشیم. خدا رحمت کند بزرگان تبریز که افتخار این تبریز بودن. مرحوم والدم میگفت وقتی این آقای شهیدی فوت کرد هنوز خبرش اعلام نشده بود، اما دختر مرحوم زنوزی گفت آمد خدمت پدرش، گفت آقا دیشب خواب دیدم ملائکه زمین و آسمان در حال گریه است. ملائکه دارن گریه میکنن. این بزرگان افتخار تشیع بود. خطه آذربایجان علم، معرفت، آگاهی و خدا توفیق بده از ما امانتدار خوبی باشیم. کاری کنیم که این جهد و تلاش این بزرگان رو حفظ کنیم. مرحوم والد ما بچه خاربار فروش بود در این تبریز. یه حجره مختصری داشت در این سراح کچچی. بهترین شاگرد مدرسه بود، به طوری که وقتی رها کرد درس رو مدیر مدرسه، این عموی ما شاهد است، مدیر مدرسه آمد منزل، دست عموی ما رو گرفت بیا بریم به این برادر بگیم برگرده به مدرسه. گفت من پیمانم رو با خدا بستم، میخوام به دین خدمت کنم. فرق نمی کنه تو تاجری بازاری هستی، به دین خدمت کن، امضا کن، ایمان رو در دلت ایجاد کن، ایمان رو در دلت ایجاد کن. امشب من این مجلس توسل رو به علمای بزرگ تبریز هدیه میکنم. دوست من گفت امشب شما به علی اصغر توسل کن. آمد پشت خیام، یا زینب یا رقیه یا ام کلثوم علیکن من السلام. دو جور نقل کردن. بعضی اصحاب مقاتل نقل کردن خود سید الشهدا طلب کردن علی اصغر رو باهاش وداع کنن. بعضی از مقاتل نوشتن زینب آورد گفت برادرم عزیز دلم 3 روز از این بچه شیر ننوشیده. تعبیر مقاتل داره یتلظا، امام زمان معذرت میخوام. ماهی رو که از آب بیرون میاندازن تلاش میکنه
تا بیحال میشه این کودک رو این گونه تشبیه کردن یتلظی من العطش، یعنی آنقدر گریه کرده دیگه تاب و توان ندارد. غنچه پرپر من، لاله من یاسمنه، ذره‌ای مثل تنت تاب نمانده به تنت. منم اندازه تو تشنه‌ام اما چه کنم، فرزندم عزیز دلم نگاه کن. کل خشب داره زبان سید الشهدا مثل چوب شده بود از تشنگی. من هم اندازه تو خشک شده این دهنم. آمد جلو قوم گفت شما با من دشمنید، با من کار دارید. این کودک چه کاری چه گناهی کرده؟ میدونید چه جوابی دادن؟ فذبحوه من الورید الی الورید. از تاریخ نویس کربلا سوال کردند دردناکترین صحنه کربلا چه صحنه‌ای بوده؟ گفت من ناظر بودم اون صحنه‌ای که تیر به گلوی علی اصغر اصابت کرد. این بچه از فرط درد دو دستش رو غلاف کرد به گردن سید الشهدا. من خود به دل خاک سپردم بدنش را، یادم نرود گریه و ناخن زدنش را. اونقدر بیتابی کرد، آنقدر گریه کرد. آن تیر که زد هر ملک خیر ندیده، نگذاشت واویلا امام زمان، نگذاشت نسیم به زمان آمدنش را.